میخوام بهتون لازانیای تابعی یاد بدم، پس بریم با هم درستش کنیم. مثل همیشه اول پیازا رو خورد میکنیم، بعد قارچامون رو ریز میکنیم. من توی روغن زیتون پیازا رو سرخ کردم، شما میتونید توی روغنهای دیگه هم سرخ کنید. گوشت چرخ کردم رو که بهش اضافه کردیم بهش رب میزنیم. بعد قارچ و فلفل دلمه‌ای رو به گوشتمون اضافه میکنیم. ادویه مخصوص لازانیا رو هم میریزیم داخلش با نمک و فلفل. آبی که از قبل جوش آوردیم و لازانیا رو داخلش میذاریم تا نرم بشه. برای درست کردن سس هم آرد، شیر، کره با هم مخلوطش میکنیم تا غلیظ بشه. سسمون رو به کف لازانیا به این صورت میزنیم، بعد مواد رو داخلش میریزیم، بعد پنیر موزلا و اینجوری به این صورت گردش میکنیم. میذاریم داخل تابه تا 20 دقیقه که آماده بشه. راستی حمایت یادت نره.